چند روز اخیر در کوچه و خیابان شهر خوجند از نو اتوبوس‌ها را دیدن ممکن شد. مسافران تقریبا یک ماه باز از خدمت آنها محروم بودند. گفته میشد که قطع حرکت اتوبوس‌ها به قیمت شدن سوخت و نرسیدن معاش رانندگان بستگی دارد. رهبری نوی این نهاد میگوید مسئله های جای داشته تا جای حل شدند. ماهی سنتیابر اکتبر ما از سوزشواری هر ماه مبلغ سپریده سوزشواری بیشتر فعالیت ببریم. همون ما به مبلغ جدا شدگی نبود. از طرف حکومت سوبسیدی جدا میشد. سنتیابر اکتبر مبلغ جدا کرده دادن. ما همین اتوبوس‌های 20 عدد اتوبوس به خاص‌سایرها به کار آماده کردیم. به کار شروع کردن. بعد همین مبلغی سوزشواری سپریده به کار شروع نمودیم. بعد ما موزی مهنت به هم قرضدار بودیم. موزی مهنتی سنتیابر اکتبر هم پولنی ما موزی مهنتی وای کردیم. پرداخت کردیم. جمعبای جورایف از آغاز تأسیس کارخانه یعنی 5 سال باز همچون راننده کار میکند. وی میگوید بارها در گرفتن معاشش با مشکل دچار شده است ولی حالا خوشحال است که دیگر باره به کار برآمد. مسافرها همشون پایداشتی بودن. این اتوبوس که یعنی استودنت یعنی پنسیونر یعنی بازارچی ها یعنی مایوبا همشون وقتاشون چاق. نه رئیسام و رحمت پیش از براندنامو معاش دادن اویلیک وقتامو چاق آینده بکن قرصک عبدو طرف شود ناز میشه. به گفته مسئولان کارخانه در آینده نزدیک اتوبوس‌های بیشتر به حرکت خواهند آمد و خط سیرها با طرفه پیشتر باقی میمانند. هم رانندگان و هم مسئولان کارخانه میگویند درآمدی که از مسافربری به دست میآید خرج حرکت اتوبوس‌ها را نمیپوشاند. در این حال بالا رفتن نرخ سوخت سبب از کار ماندن اتوبوس‌ها می شود. بانکی یوروپایی بابا حاضر برای 60 عدد اتوبوس‌ها رو به کار آماده کردن. ما ما 3 میلیون و 200 هزار پول جدا شدن زکات. این لایحه اساسی وای این سامانی است نه؟ سامانی است. 3 میلیون 200 پول جدا میشد. قسمت احتیاطی همین автошинای فرسوده شده و دیگر قسمت احتیاطی ما خریداری نموده. همین 65 عدد اتوبوس ما به کار ماندنمو در کار با خسارت شروع کردیم کار. بعد از طرفی حکومتی شهری دستگیری محترم رئیس شهر محترم رئیس ولایت ما دستگیری کردن. هر ماه 500 هزار ما سوبسیدی جدا میشد. اون سوبسیدی برای سوزشواری برای همین وای یعنی اندازه سپردن بلوندن روزی میداد اینا جدا میشد. کارخانه نقلیات مسافرکشان در خوجند سال 2018 از حساب 26 میلیون دلار گرانت بانک اروپایی بازسازی و رشد 100 اتوبوس را وارد کرد و حرکت این نوع نقلیات اجتماعی را در خوجند و ناحیه‌های اطراف آن به راه ماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.